باسکتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا که هستی حال دلت خوب باشه. امروز اومدیم با یک موزیک ویدیوی توپ دیگه، ولی قبلش بهت بگم من دیروز کلا یه دونه موزیک ویدیو بیشتر نتونستم آپلود کنم. 6 تا موزیک ویدیو دیگه آماده کردم، همشون کپی رایت خوردش و متاسفانه کلا دیروز من یه دونه ویدیو بیشتر آپلود نکردم. از این به بعد باید حواسمو بیشتر جمع کنم. موزیک ویدیوهایی که کپی رایت داره رو به هیچ عنوان نباید تو صفحه‌ام بذارم، پس متاسفانه نمیشه خیلی از ویدیوهای شما رو ریاکت رفت. من ریاکت رفتم ولی یوتیوب کپی رایت زده روش و من مجبورم که اونا رو پاک کنم و اصلا در معرض تماشا نذارم. برای حمایت از من آخر تمام ویدیوها یه پلیلیست میادش که حتما برید ببینید. 2 تا ویدیو دیگه هم به شما معرفی میشه که برای حمایت از من حتما اونا رو هم لایک، کامنت و به دوستای دیگه‌تون لطفاً به اشتراک بذارید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بدون معطلی میریم ویدیو رو ببینیم. برو بریم. ترانه فریاد بی صدا برای عرق شما سینه بشه. باز هم اومدیم با یک موزیک ویدیوی که داره در اون زمانی که پخش میشه به صورت لایو و کنسرت هستش. از این موزیک ویدیو 3-4 تا دیگه هم ریاکت رفتم، خیلی باحال هستش. یعنی اون شور و شوق آدم وقتی توی تماشاچی‌ها میبینه خیلی انرژی مثبت و قشنگی به آدم میده. بریم ادامه ویدیو. از موزیک مشخصه که احتمالاً این یکی هم باز هم عاشقانه است. بریم ادامه. با مزنیده یا گولی ریحانم، خبر داری به تو از عینم تانم، چی بای مدوری من نمیدانم، در این دوری جوانی نکن تو خزانم. اونی گاهی نازک و چشمایی بزیب، همون تخی نگاش خد میدانم. امان از نگاه. این نگاهه که پوست آدمو میکنه. وقتی 2 تا نگاه تو هم دیگه گره بخورن دیگه کار تمومه آقا، تمام. بریم ادامه. دایی بناز اون موهای دراز، دلی مرا سرو کدر رسیده جونم، بیرو تو از نظرم، برو از مغزی سرم، میدانی که ای غم کوی تو سخته جگرم، بیمان تنها مرا بیرو با دوری ها، بیمان بسوزم منزی درد تو ای بی وفا، صدا بکن مرا ای یاری ناسزا، فقط توی و خیر و درد دلی من دوا. از اون ور میگه بذار برو دل منو نسوزون، از این ور میگه تو درد دل من دوا. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه با پا پس میزنه، نه با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. یعنی از اون ور میگه نه از اون ور میگه وای بدون تو نمیتونم. کلک شیطون بازی ها، شیطون بازی پسرها اینه، نه؟ بریم ادامه. فی همون روزا که ما بودم یا جا، بزنو ما فریادم و باسم به صدا، فریاد بی صدای من تو آسمان بزن، بارو درد بی دفای من ره بی خدا رسن، زی خاک گوری من کفه با به وفا بره، شاید که آن زمان به قدری عشق ما رسد. واو تون صداش وقتی که رفتش بالا یعنی قشنگ ترکون دیگه. عجب صدای مخملی باحالی داره این هنرمند عزیز. چقدر تون صداش وقتی میره بالا قشنگ و دوست داشتنی و دلربا میشود.
خیلی زیبا بودش. ایول، مرسی که یه همچین موزیک ویدیویی رو به من معرفی کردید. بریم ادامه. صدای پیانینا سرما رو مکنه دلی سودو زده رو بخدش رو مکنه علموی دل من میخونه با نولیش مرا میفهمه وقت نداری خواهیش با چشمی مرده من بیا و جون میشم در رکای خولی من قطعی خود میشم دایی شبای تو گریستم سار سار به وفا خیلی پرمحتوا و زیبا داره میخونه و من مطمئنم تمام کسایی که اونجا نشستن و هزینه کردن بابت اینکه این کنسرت لایو رو ببینن به هیچ عنوان پشیمون نشدن و واقعا لذت بردن. چون من که اونجا نیستم و دارم اینجا به صورت ویدیو این موزیک رو گوش میدم و میبینم این موزیک ویدیو رو، این همه دارم حال میکنم و لذت میبرم. حالا شما تصور کن اونایی که اونجا بودن و لایو گوش دادن چقدر حال کردن. بریم ادامه. چرا نمیفهمی دخترکی بیمون بیا من ازدم پس مانت هستم بیشه باره دوای درد دلی خستم در گرد و بیشقیت موندم خدای مدد این همه به وفاقت خدا خورد کنه فریادی به صدا واو واو، یعنی واقعا لذت بردم. آقا عجب صدایی، عجب موزیکی، چقدر عالیه این. فرهمند کریموف اولین ریاکتیه که من دارم از این هنرمند عزیز میرم، اصلا به وجد آورده منو. چقدر خوبه صداش این. امیدوارم که ویدیوش کپی رایت نباشه و من بتونم از این هنرمند بازم ریاکت برم. خیلی خوب بودش، یعنی واقعا کیف کردم. سلام بشه. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. عجب موزیک ویدیوی توپی، چه صدایی، چه قدرتی، چه انرژی مثبتی، چه حالی. دمتون گرم که یه همچین موزیک ویدیویی رو به من معرفی کردید. آخر تمام ویدیوها یه پلیلیست، 2 تا ویدیو دیگه، اشتراک با دوستاتون، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره برای حمایت از من. لطفاً دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، پیس.